درود بر شما. امیدوارم هر جا که هستید تو این شرایط سخت و روزهای جنگ بتونید استرستون و اضطرابتون رو کنترل کنید. میدونم روزهای سختیه و شرایط سختی رو پشت سر میگذرونیم. جنگ چیز بدیه، چون به هر حال هر بمبی که به زمین میخوره اون چیزی که در حال تخریب و نابود شدن مملکت خود ماست. ولی اینکه عاملش حکومتی هست که از عقلانیت خارجه. قرار بود که من این برنامه رو به موضوع استرس و اضطراب اختصاص بدم، البته نه در این مفهوم و کاربردی که الان میخوام ارائه بدم، در یک کاربرد دیگری. اما با توجه به شرایط جنگی و اضطراب و استراسی که در این شرایط به مردم دست میده و خیلی از ما ممکنه به کنترل اون نیاز داشته باشیم، در حالی که شرایط عادی نیست. مثلا اگر که در یه شرایط عادی شما بتونید برین توی محیط باز و مثلا مثل پارک راهپیمایی کنید، پیاده روی کنید، با دوستانتون گپ بزنید، همراهی کنید تا اینکه استرستون رو کنترل بکنید، شاید این چیزها در دسترس نباشه و شما نیاز داشته باشید یکم متفاوت با اون برخورد بکنید. بنابراین یک کمی متفاوت و از یه زاویه دیگه‌ای میخوام این موضوع رو مطرح بکنم. کاش که هیچ وقت هیچ کدوم از ما دچار استرس و اضطراب نشیم، به خصوص از این نوع، ولی خب به هر حال چیزیه که اتفاق میفته و ما باید براش آماده باشیم و کنترل بکنیم. اول بگذارید استرس رو تعریف کنم. استرس عکس‌العمل یا واکنشیه که ما به یه عامل خارجی نشون میدیم. این رفتار در ژنتیک ما وجود داره و از میلیون ها سال همراه ما بوده. علتش هم اینه که در گذشته اجداد ما در حیات وحش همراه با سایر حیوانات زندگی میکردن یا حتی وقتی که مدرن تر شده بودن به شکار میرفتن و گاهی نیاز بوده که پا به فرار بذارن. مثلا یک ببر در کمین اونها بوده موقعی که اونها میخواستن چیز دیگه ای رو شکار بکنن. این رفتار مغز و هورمون کورتیزول که مسئول استرس هست یک ضرورت بوده برای ما که ما رو زنده نگه داشته و به دنیای امروز رسونده. البته در دنیای امروز شاید به اون شکل نیاز بهش نداشته باشیم، اما به هر حال این اتفاق برای ما میفته و شرایطی رو تجربه میکنیم که در اون دچار استرس و اضطراب میشیم. دقیقاً مثل حالتی که الان توش هستیم، مثل جنگ. این هورمون ها در ما به دلایل مثبت و مفیدی تولید شدن. مثلا همین کورتیزول که عامل اضطراب هست باعث میشه و کمک میکنه که شما صبح از خواب بیدار شید. یا اگر در یک کار ورزشی به اندازه کافی طولانی ادامه بدید، این کورتیزول هست که شما رو سر پا نگه میداره. اما در شرایطی اینها ناخواستن و مورد نیاز ما نیستن و تولید مشکلات دیگه ای از جمله استرس میکنن و در این شرایط ما باید بتونیم اونها رو کنترل کنیم. این کنترل برمیگرده به اینکه یا هورمون‌های دیگه‌ای رو تولید بکنیم که رفتار متناقض یا برعکس این هورمون اولیه استرس رو دارن، یا اینکه رفتاری رو انجام بدیم که سطح این هورمون رو در بدن ما پایین میاره. خب مواردی که من امروز میخوام ازشون صحبت بکنم مواردی هستن که یا هورمون استرس رو کم میکنن یا هورمون‌های دیگه‌ای که هورمون‌های شادی هستن رو در ما افزایش میدن تا یه تعادل هورمونی دوباره در بدن ما تولید بشه و این کار رو بدون استفاده از دارو انجام میدیم. برای اینکه در شرایط جنگی ممکنه اصلا دارو در اختیارتون وجود نداشته باشه یا غذاهایی که میتونن این تعادل رو در بدن شما ایجاد بکنن به اندازه کافی یا به اون نوع غذاهایی که لازمه وجود نداشته باشن. پس باید بتونیم اینا رو از طرق دیگه، از روش‌های دیگه‌ای در بدنمون به تعادل برگردونیم تا استرسمون کنترل بشه. چون میدونید وقتی که ما دچار استرس میشیم اتفاقاً فکرمون هم زیاد کار نخواهد کرد، چون فکر ما فوکوس هست روی فرار کردن و دویدن. ولی آیا این فرار کردن و دویدن مناسب حال ما و اون زمان ماست، یا بهتره که بمونیم و فکر بکنیم و راه بهتری رو انتخاب بکنیم؟ در این ویدیو میخوام 10 روش رو به شما معرفی بکنم که با انجام اونها میتونید سطح کورتیزول رو به تعادل برگردونید. حالا یا همونطور که گفتم یا با کم کردن کورتیزول یا با افزایش هورمون هایی که تعادل رو برمیگردونن.
اولین مورد تنفس هست. خب تنفس همیشه با ماست، بنابراین همه جا در دسترسه و میتونیم همه جا از اون سود ببریم. با یک تنفس ریتمیک میتونید شما آرامش رو برگردونید به بدنتون و ضربان قلبتون رو پایین بیارید. یکی از مظاهر یا سیمتوم های استرس اینه که ضربان قلب ما بالا میره. خب پس نفسمون رو به طور منظم انجام میدیم. 4 ثانیه هوا رو تو میدیم، 4 ثانیه اون رو نگه میداریم، 4 ثانیه بازدم و همینطور 4 ثانیه 4 ثانیه این دم و بازدم رو انجام میدیم تا آرامشمون رو پیدا بکنیم. این عمل تنظیم دم و بازدم باعث میشه که سطح کورتیزول تو بدن شما پایین بیاد. دومین روش مدیتیشن ذهنی هست. در مدیتیشن ذهنی شما میتونید همونجور که در جای خودتون نشستین چشاتون رو ببندین، به یک موضوع آرامش بخش فکر بکنید. مثلا خودتون رو در یک فضایی که زیباست یا پارک، یک جایی که تجربه خاطره دارید برید اونجا و شروع کنید راه برید و هرچه بتونید تمرکز بیشتری داشته باشید و ذهنتون رو ببرین تو اون فضایی که دوست دارید و آرامش بخش هست و یا از جملات و کلمات زیبایی که دوست دارید مثل اشعار استفاده بکنید. این به شما کمک میکنه که شما به تعادل دوباره برسید و استرستون کنترل بشه. این تمرکز ذهنی و فکر کردن به چیزهای شادی بخش یا خاطرات لذت بخش باعث افزایش دوپامین در بدن شما میشه که خود دوپامین تامین کننده لذت و تعادل رو برقرار میکنه. یا میتونید احساساتتون رو روی برگه کاغذ بنویسید. شروع کنید به نوشتن. اینجوری تمرکزتون میره روی نوشتن و باعث میشه که اون فشار روحی روانیتون تخلیه بشه. اگر شما درگیر این استرس در روزهای متفاوتی بودید، در روزهای زیادی بودید، یه نظم روزانه در زندگیتون ایجاد کنید. مثلا در یک زمان مشخص غذا بخورید، در یک زمان مشخص استراحت کنید، شب در یک ساعت مشخص بخوابید، صبح در یک ساعت مشخص از خواب بیدار بشید. با ایجاد کردن این نظم شما تعادل رو یکم برمیگردونید به اون سیستم عصبی خودتون و مغز خودتون و باعث میشه که ترشح این هورمون ها به تعادل برسن. مورد پنجم گفتگو کردن و همنشینی و هم صحبت شدن با اطرافیانتونه. به هر حال همیشه یک نفر یا چند نفر ممکنه در کنار شما وجود داشته باشن و اونها هم ممکنه همین حس نیاز رو داشته باشن. بشینید با هم از موضوعات خیلی معمولی دیگه وارد مسائلی که خود اونها استرس دارن و نگران کنندن نشین. مسائل خیلی معمولی و ساده مثل خاطرات، مثل کتابخونی، اینها هم باعث میشه که آرامش رو به شما برگردونه. همچنین اگر ممکن هست و فضایی در اختیارتون هست، تمرینات بدنی سبک انجام بدید. فعالیت‌های بدنی خودشون هورمون‌هایی رو تولید میکنن که این هورمون‌ها ضد استرس عمل میکنن. هفتمین مورد تمرکز روی چیزهای کوچیک و مثبت است. مایندفولنس، ذهنتون در کنترلتون باشه. مثلا وقتی که دارین غذا میخورین و امیدوارم که غذا خوشمزه‌ای باشه، این غذا رو مزه بکنید. سعی کنید مزه اون رو تشخیص بدید و ازش لذت ببرید. یا اگر مثلا دارین موسیقی گوش میدین، تمرکزتون رو ببرین روی موسیقی. به موسیقی واقعا گوش بدین، به کلماتش اگر کلام داره. اگر فقط موسیقی خالصه، به اون ریتم ها و نواها و ملودی ها گوش بدید و سعی کنید اینا رو حس بکنید، لمس بکنید، با تمام جون و وجودتون بهشون گوش بدید. روزانه برای خودتون اهداف کوچیک و دستیافتنی بذارید. مثلا یه کاری کوچیکی رو انجام بدید یا مثلا از بچه هاتون محافظت و نگهداری بکنید، خونه رو تمیز و مرتب بکنید. همین کارهای کوچیکی که دور و برتون هست و قابل انجام هست رو با یه نظم مشخصی تو زندگی انجام بدید. این کمک میکنه که مجددا تعادل به شما برگرده. مورد نهم اینه که آینده خوب رو تصور بکنید. درسته امروز روزهای سختیه، ولی روزهای سخت هم ابدی نخواهند بود. روزهای سخت هم تموم میشن یک روزی و روزهای بهتری هم خواهند اومد. این روزهای بهتر رو در ذهنتون تصور بکنید و بهشون فکر بکنید. اینها هم کمک میکنه که اون افکار منفی از ذهن شما خارج بشن. آخرین مورد پذیرش وضعیت هست. با اون مقابله نکنید.
وقتی که ما اینو میپذیریم انرژی روانی کمتری رو صرف میکنیم. به هر حال یه اتفاقایی میفته که در کنترل ما نیست و ما نمیتونیم روی اونها اثری بذاریم و در این حالت بهتره که این رو بپذیریم که همچین چیزی هست. در ازای اون روی کارهایی تمرکز بکنید که میتونید درش تغییر ایجاد بکنید. در این صورت شما احساس مفید بودن حداقل تو اون شرایط بد رو دارید و این احساس مفید بودن بهتون کمک میکنه که تعادل هورمونی داشته باشید. این مفید بودن میتونه برای خودتون باشه، میتونه برای اطرافیانتون باشه. هر کاری که از دستتون برمیاد برای خودتون، برای دیگران، برای هر کسی، اصلا مهم نیست که فامیل باشه یا آدم ناشناسی باشه، مادامی که اونا نیاز دارن بهشون کمک بکنید و این کمک کردن ها نه فقط کمکی به اونهاست، بلکه کمکی حتی به خود شما هست. اینها از نظر روانی شما رو آروم میکنن. امیدوارم که این ویدیو به کارتون بیاد. میدونم که ویدیوهای خیلی خوبی درست نکردم این بار، ولی خب تو این شرایط ذهن متمرکزی هم نداشتم خود من، ولی تو این شرایط که به سرعت تصمیم گرفتم این ویدیو رو به این شکل ارائه بدم، این بهترین ویدیویی بود که میتونستم بسازم تو این مدت کوتاه با تغییر متن و موضوع اون. ویدیو بعدی رو قطعا همون ویدیویی که مد نظر بود رو خواهم ساخت و در اختیار شما قرار میدم. بدرود و با امید اینکه این روزهای تلخ و سخت به زودی تموم بشه.